قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و رهبر هیئت قرقیزستان در مذاکرات مسائل تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری سایاس تکیگه گفت است که به تاجیکستان یگان کاریدور تا جماعت وارخ داده نمی شود. به گفت توشیف راهی که ساخته خواهد شد در اختیار قرقیزستان قرار خواهد داشت و تنها بعد پوره معین شدن مرز اطراف وارخ به استفاده داده خواهد شد. به ما یگان متر زمین یگان کشور دیگر لازم نیست، ولی یگان وجب زمین خود را هم به کسی نمی دهیم. ما یک جایه با رهبران قرقیزستان در این موقع تا آخر خواهیم ایستاد، تاکید کرده است توشیف. این اظهارات توشیف در پی روز 5 مای در مطبوعات چاپ شدن متن اظهارات مشترک رهبران ایالت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در پی مذاکرات روزهای 1 و 2 مای مسائل مرزی دو کشور است. در آن اظهارات که رهبران دو هیئت قمچیبک توشیف و سیمومین یتیموف زیرش امضا گذاشتند، گفته میشد که دو جانب مشترکاً راه نو خواجه اعلی وارخ را در خمگشت سمت اهالی نشین تنگی بدون عبور این و دیگر روستاهای قرقیزستان میسازند. دو جانب توافق کردند که مقام این راه را با امضای یک سازشنامه علیحده بین دولتی معین خواهند کرد و تنها بعد ساخته شدن راه به تعیین و علامتگذاری مرز اطراف وارخ خواهند پرداخت. همچنین تاجیکستان و قرقیزستان توافق کردند که برای تعیین و علامتگذاری خط سرحد در چند منطقه بحثی از خریطه های سال 1924 و 1927 و پروتکل های سال 1989 استفاده برند. جانب تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرقیزستان همیشه به استفاده خریطه های سالهای 20 پایفشاری میکرد، چون که در آن خریطه ها جماعت وارخ از باقی قلمرو تاجیکستان جدا نبود. تفاوق اخیر چه در تاجیکستان و چه در قرقیزستان واکنش های مختلف به بار آورد. در تاجیکستان برخی از آن ناراضی بودند که با وجود پیشروی های حربیان تاجیک در مناقشه اخیر هیئت حکومتی به پیوستن وارخ به باقی قلمرو تاجیکستان سخت پایفشاری نکرده است. در قرقیزستان برعکس برای آن به باد انتقاد کشیدند که در مذاکرات موقع تسلیم جویی را پیش گرفته، از جمله برای گشودن کاریدور تا وارخ اجازه داده است. اما قمچیبک توشیف در مصاحبهش با سایاس تکیگه تاکید کرده است که به وارخ یگان خیل کاریدور گشوده نمی شود.